حدوداً 30 سال زیاد باز بالای همین تذکره کار میبرم و وقتی که من بالای این تذکره کار میکردم بسیار حجت های اصیل دستخط های خود همین شاعران نویسندگان من پیدا کردم. پس وقتی که من تذکره می ساختم بالای تذکره کار میکردم دیدم یک شاعر از کتابخانه لطفی، اما کی این لطفی نمیدونستم. کافته در خانهشان رفتم. وقتی که به پسرشان شناساندم گفتم کنید کجا دست نویسشان. از بالای جوان یک دفتری قلمی غفت برای داد که شدم دیدم شعرشون خواندم. شعرشون هم بسیارش تاجیکی ازبکی هم هست، اما سلاست شعر تاجیکشون از شعر ازبکی بلند.